در این خصوص مهم عمومی جهانی که تاریخ دور و دراز دارد، آب موجوده جهانی بوده. به سبب نگفته است که تاجیکستان جنت روی زمین است. این به همه مناسبت که تاجیکستان یکی از دولت های، یکی از مملکت های پر اقتدار خوشصفت طبیعت با آب است. تاریخ آب خیلی دور و دراز دامنا باید از تا امروز آماده ایستاده است که امروز آب همچون یک موجوده جهانی در تاریخ مملکت های دنیا شهرت پیدا کرده است. فعالیت تاریخی این با راهبری پرزیدنت مملکت ما محترم امام علی رحمان یکی از اساسهای پیشروی ترقیات آب در جهان، یعنی با فعالیت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان عکس یافته است، شهرت پیدا کرده است. به سبب نگفته است که آب موجوده جهانی است. برای همین امروز اگر که در دنیا قریب که 2.5-3 میلیارد آدم ها از آب تنقیط میکشد، تاجیکستان یکی از دولت های باشکوه پیشرفته ترقی کرده در مسئله آب است که همه افتخار می نماید.